یکی از سوالاتی که در این روزها خیلی از عزیزان میپرسن این است که 10 روز اول ماه ذوالحجه که از روز اول ماه ذوالحجه شروع میشه تا روز دهم که روز عید سعید اضحی یا روز عید قربان هست، چه فضیلتی داره و چه احکامی رو باید مراعات بکنیم و چه اعمالی رو باید انجام بدیم. در حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند که ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی ایام العشر. هیچ روزی نیست، منظور در روزهای سال، حتی علما میگن که این 10 روز از 10 روز آخر ماه رمضان هم برکت و فضیلت بیشتری دارد، که در این روز عمل صالح، کارهای خوبی که انسان انجام میدهد برای الله سبحانه و تعالی دوست داشتنی است و این ایام دهگانه به اصطلاح ماه ذوالحجه است، اول ماه ذوالحجه. قالوا یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله، یعنی حتی جهاد فی سبیل الله هم پایین تر از اعمالی است که انسان در این روزها انجام میدهد. فرمودن که ولا جهاد فی سبیل الله، حتی جهاد فی سبیل الله، یعنی اعمال صالحی که انسان در این روزها انجام میدهد از جهاد فی سبیل الله هم برتر است نزد الله سبحانه و تعالی. الا رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بشیء، مگر اینکه یک مجاهدی که با مالش، یعنی حتی اون مصارف جهاد و سلاح و مهماتی رو که نیاز داره، با پول شخصی خودش تهیه کرده باشه و خودش هم در جهاد شرکت کرده باشه و به شهادت رسیده باشه، این شخص ثواب عملش، فقط این شخص ثواب عملش بیشتر از اعمالی است که ما در دهه اول ماه ذوالحجه انجام میدیم. به خاطر همین این ایام مبارکی است و باید از هر لحظه و هر ثانیه این شب و روزهای دهه ذوالحجه ما استفاده بکنیم و با ذکر، دعا، تلاوت قرآن کریم و اعمال شایسته. یکی از اعمال شایسته‌ای که ما میتوانیم در 10 روز اول ماه ذوالحجه انجام بدیم تا شب عید، روزه است. روزه گرفتن ثواب خیلی زیادی داره. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تشویق کردن، خودشان هم روزه می گرفتن و همانطوری که میدانید در حدیث صحیح الله سبحانه و تعالی در حدیث قدسی می فرماید که کل عمل ابن آدم له الا الصیام فانه لی و انا اجزی به. هر عملی رو که بنی آدم یا فرزند آدم انجام میده برای خودش، اما این روزه است که برای من هست. همه اعمال ما برای الله سبحانه و تعالی است، اما ویژگی خاص روزه این است که در روزه دیگه نمیشه ریاکاری کرد. شاید شما برای مردم ریاکاری بکنید، برای مردم وانمود بکنید که روزه هستین، اما فقط الله سبحانه و تعالی میدانه که شما روزه هستید یا نیستید. شاید خیلی انسان‌ها را الان شما ببینید در کوچه و بازار میگردن، هیچ اصلا تصور نمی کنید که اینها روزه باشن، اما روزه هستند و این عمل به خاطر این ویژگی که داره الله سبحانه و تعالی میگه که پاداش و جزای او را من میدهم. همچنین در این روزها تکبیر گفتن، تهلیل گفتن و ذکر الله سبحانه و تعالی رو کردن خیلی ثواب بزرگی داره. حتی جالب است که من دوستان اگر بتونن المصلی رو، کلیپش رو، لینکش رو بگذارن در اپلیکیشن مصلی، یک گزینه جدیدی گذاشتن خیلی زیباست که این تکبیرات که تا روز عید تا قبل از قربانی، این تکبیرات سنت است که در خانه، در کوچه، در بازار، در همه جا این تکبیرات گفته بشه. حتی
روایت است که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مانند ابن عباس، ابن عمر، ابن مسعود در کوچه ها، در بازارها میگشتند در این روزها و با صدای بلند تکبیر میگفتند که صیغه این تکبیر رو من برای شما میگذارم. حتی میتونید موبایلتون رو خاموش بکنید، ببندید کلا صفحه موبایلتون رو، اما این صدا همینطور در محل کارتون، در ماشین، در هر جایی که باشید تکرار میشه و شما باهاش تکرار میکنید و این اجر و پاداش فراوانی داره که الله سبحانه و تعالی هم در آیه 28 سوره حج به این موضوع اشاره فرمودن که لیشهدوا منافع لهم ولیذکروا اسم الله فی ایام معلومات. این ایام معلومات همه مفسرین اعتقاد دارن که ایام دهه اول ماه ذوالحجه است. ادا کردن حج و عمره هم یکی از مناسک ویژه ماه ذوالحجه است، رکن پنجم اسلام است. به عرفای دشمنان اسلام و یا کسانی که به شکلی با دشمنان اسلام همنوا شدند گوش ندهید. کسی که استطاعتش رو داره باید حج بیت الله را انجام بده و این فرض است و رکنی از ارکان اسلام است. کسی که استطاعتش رو داره و حج انجام نمیده یعنی رکنی از ارکان اسلام رو انجام نداده و این انسان گناهکار است در نزد الله سبحانه و تعالی. یکی از عبادت‌های مخصوص ماه ذوالحجه و ده ذوالحجه قربانی است. کسایی که استطاعت دارن در روز عید قربانی بکنن به فقرا، به مستمندان، به خیشان و همسایگانشون که مستحق هستن، مستمند هستن، به اونها از این گوشت قربانی بدن و خودشون هم استفاده بکنن. این یکی از عبادت‌های بزرگ است، قربانی در راه الله سبحانه و تعالی. الله تعالی امر میکنه فصلی لربک وانحر، نماز بگذار برای پروردگارت و همچنین قربانی بکن.